احمد جان عزیز لطف و مهربانی کرده بودن، تحفه ران کرده بودن از این. ولی خوشبختانه که 5 فامیل نیازمند پیدا کرد. حالا کسی دیگه کارگر نیست در خانواده؟ نه در خانه کس کارگر ندارم. تشکر. خیر باشی. خیلی فرزاد جان بخیر استفاده کنید. تشکر. پری جان بگویم که ما والا دیگه کدام گوشت بخوریم یا کدام میوه بخوریم او چیزا دیگه سر ما حرام شده. خب خیر مشکل نیست. پکیج تا غلط کردی، پکیج تو اینجا هست. درسته خوش شد. امیچای سبز مردانه است یا سیاه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود نثار تک تک شما نازنین عزیز. آرزو میکنم هر گوشه دنیا که هستین صحت کامل بر تن داشته باشین. بازم ماه مبارک رمضان از صمیم قلب براتون مبارک باد میگم و تا امروز ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. امروز بازم دکان انجینر صاحب اومدیم به خیر به خوبی که پکیج غذایی داریم به کسایی که مستحق یا نیازمند است. ان شاء الله الرحمن از طرف احمد جان عزیز تحفه ان شاء الله تسلیمشون کنیم. دیگه انجینر صاحب در کنار ماست. انجینر صاحب سلام برسه به خودت، باز طریق خودت و برنامه‌تون برای بیننده‌های عزیزتان که ما و شما را از طریق می‌بینن. خدا کنه روزه و دیگه رمضان خوب باشه و به خوبی سپری کرده باشد. دیگه ان شاء الله رمضان هم به 27م رسیده دیگه. بخیر. یعنی من دلم بود من خودم سوال کنم که چندم رمضان است خودت گفتی 27م رسیده. 27م ماه مبارک رمضان است. به خدا تعالی و خوب بوده تا فعلا. ان شاء الله هوام خوب است. خیر بینینا گفتن همونه که مبلغ 3490 افغانی احمد جان عزیز لطف و مهربانی کرده بودن، تحفه ران کرده بودن. از این 3490 افغانی 3000 افغانی بابت مصارف دفتر فیس و دفتر و اینا در نظر گرفته شده که اینترنت و همه چیزش عظیم میشه و گفته برای 5 نفر تعداد مواد غذایی بگیریم که البته یک بوجی آرد گرفتیم 1500 افغانی. خیر بینن انجینر صاحب همکاری کردن. روغن گرفتیم یک بوتل 5 لیتره 550 افغانی. برنج گرفتیم 950 افغانی یک سیر. بله لوبیا یک سیر گرفتیم 740 افغانی. بوره گرفتیم یک نیم سیر 220 افغانی. چای سبز گرفتیم 300 افغانی 1 کیلو. مکرونی گرفتیم 5 کیلو 280 افغانی که جمله شده پولش 4540 افغانی ضرب در 50 ضرب در 5 شده 22700 افغانی. 22700 افغانی و باقی مانده 4790 افغانی. گفتن که برای تیمتون هم از طرف ما تحفه بدین. ان شاء الله 500 افغانی برای تمام تیم تسلیم کنم چون امروز ختم قرآن عظیم دارم. ان شاء الله باز پکیجارم دلم است که جواب برم چون در سرکا بیربار شده یک نفر استاد میکنیم مستحق و غیر مستحق میایم نمیتونم رسیدگی که از خاطر پکیجارم تصمیم دارم خواست خدا باشه ببرم ببینیم که ان شاء الله چی میشه. همونجا یک چند نفر نیازمند داخل بریم دیگه. خیر بینی. خب پول خودتون بخیر 22700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 انشالله بخیر استفاده کنی. خودتون انجینر صاحب خیر شب ببینی. میریم بخیر انشالله طرف پکیجا ببینیم که نصیب کی هست انشالله الرحمن. بازم سلام مجدد ناظرین عزیز. خدا کنه که تویدم برنامه دیده باشین مورد پسندتان قرار گرفته باشه. 27 ماه مبارک رمضان است و بیر بارک گدودی ما کمی زیاد است ولی خوشبختانه که 5 فامیل نیازمند پیدا کردیم تا تحفه احمد جان عزیز ان شاء الله الرحمن برشان برسانیم. یا قد صاحب خوش آمدی. خودتان خوش باشی. ساده سایمان برنامه خود سلام تقدیم میکنم به تک تک وطندارای مهربان. سپاس که بیننده چینل ما هستند. خداوند پاداش دینا و آخرت نصیبشان کنه که در روز 27 ماه مبارک رمضان که ثوابش بیشتر و بیشتر است دست نیازمند هموطن خدا گرفتن. خیر نصیب بشه. با خیر سلامت باشید. همینجا شروع کنیم از همشیره گل ما که تفلکش دیدیمش خیلی جگرم مرشخون شد. همشیره سلام برسه. خوب است ان شاء الله. صدمند هستی. برو قندو لگده. آفرین. حالا کسی دیگه کارگر نیست در خانواده؟ نه در خانه کس کارگر ندارم. ای چوچکارا مجبور استی خودت امراض بگردونی؟ بله. یک مریض شب و جواب از کی میکنه؟
خب توکلش به خدا دیگه لاله. میشه کجا شوهرتون کجاست؟ شوهرم 1 سال میشه که گم است. یا خودم که زمین تا طفلک هستم. خانه بازه است، جای سرپناه است، چیزی؟ یک کت نانیمشان میشینم. نانیتشان نام تو چی شاهزاده؟ حجت؟ حجت جان قند. سودا داری در خانه؟ نه. آرد داره؟ برنج، روغن، لوبیا، هیچ چیز نداره؟ خیلی را دوست دارید زیادتر؟ ها؟ خب خواهر عزیز نگفتن ما برای خودتان یک پکیج خریداری شده که این پکیجتان میشه 4540 افغانی. آرد است، روغن است، برنج است، لوبیا است، بوره است، چای سبز است، مکرونی است. که آردش است، برنجش است، چای سبزش است، بوره است، لوبیا است، روغن است و مکرونی. انشالله از طرف احمد برادر ما به خیر استفاده کنیم. تشکر، زنده باشید. در هر گوشه دنیا باشه خداوند صحت و سلامت نگاهش کنه. خیر ببینه. کم کمک کرد خدا برش کمک دایم بخیر باشید، بخیر استفاده کنید. پدر جان سلام برسه. علیکم السلام. چرا جور هستین؟ بخیر قرار و قرار. چی داشتی تو؟ ما این افتاد فروشی میکردم تو را بلد نابلد نشین. نه می افتاد فروشی میکردم. اینی کاکا روزانه این خدا رفتار که خود میبره و میشه خدا مهربان است. یک دادانا پام دادانا میشه دما بنش یک ساعت 1.5 ساعت رو پام میبره. مقصد پیسه نان خشک میشه دیگه، از نان و تر دیگه چی دروغ برتان بگویم که ما والا دیگه کدام گوشت بخوریم یا کدام میوه بخوریم او چیزا دیگه سر ما حرام شده. ما دیگه پروردگار عالمین این مردمایی که کسایی که کسی کمک میکنه خداوند اجرش بتشانه، هم برای ما خداوند که است واره توفیق بده که دست ما بیچاره و مسکین میگیرن. خداوند خیر و برکت بتشان، هر جا باشن در هر گوشه وطن باشن. خداوند متعال ما میگم سربلند سرخی داشته باشه. به خیر سلامت باشی پدر جان. ما که گفتم برو اونجا که یک مواد است، یک رقم نادله بودی. خب ما گفتم دیگه چی بگویم، کس آزارتان خانه داده به این شکل؟ خب میشه دیگه چی بگویم دیگه، چی دیگه آدم. احمد جان عزیز برتران کرده، ان شاء الله بخیر استفاده. خدا نگهدارش باشه، پروردگار عالمین اجر بتشه. خداوند این شاهزاده ما که است یک کراچی زردک داره. به نظرم که هر روز به خاطر چشم مردم زردک میده که چشمای کلگی روشن باشه. همون گپ است نه؟ سلام برسه. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی ان شاء الله؟ صحت دارین؟ چطور از کاروبار زندگی؟ شکر است که مشاورس تیر میشه با جنجالا. با جنجالا. خانه از خود است؟ نه خانه کراست. خب امسوبکی که خستی فکر میکردی که امروز دیت یک مواد برابر شی؟ نه خیر. ها؟ نه خیر. آرد داشتی، برنج داشتی، نه 3 روز باید مونده. والا آرد برنج چی میگی، نان تیار میگیریم و میریم از سرای شمالی نان خنک میگیریم، شب تیر میکنیم. رمضان است بس مشکلات سپری داریم، زندگی سپری میکنیم. خیر بیا خدا بزرگ است ان شاء الله. خیر باشی، سلامت باشی. مشکلات های کل مردم مشکل شوا. مگم تو یک جای غلط چشتی؟ تو خب خیر مشکل نیست. پکیج تا غلط کردی، پکیج تو اینجا است. درست خوش گپ نیست. به خیر استفاده کنی از طرف احمد جان عزیز. تشکر، سلامت باشه، خداوند اجر عظیم بتشه. بسیار زیاد تشکر میگم، خداوند دگان بتشه که دست مسکین بیچاره رو میگیره و برای ما کمک. بخیر استفاده. بیا خیلی طرف کمک کن کاکای مقصودات کنم. کاکا جان سلام برسه. علیکم سلام. کاکا پالوان میگم نام خدا دیگه. بله هر چی که چند سیر وزن برده میتونی؟ یک دیگه 10 سیر وزن برده میتونم. کاکا هم کراچی داره به نظرم نه؟ بله کراچی بار. چند کار کردی؟ 50 روپیه. نام خدا. 50 روپیه 50 سال خرج نکنی بس است. بله. زندگی چطور میگذره؟ زندگی از دیگه والا همی نیم اما تو مقصد زنده هستیم دیگه، تیر میشه فهمیدی. بر رقمی که باشه مقصد تیر میشه، زندگی ما خوب نیست فهمیدی. از مجبوری نمو که کراچی یک تایره بیادر کار میکنم. خیر باشه ان شاء الله به خیر استفاده کنی. خرج گرفته بودی برای عید؟ نه والا هیچ چیز نداشتم. عید حتما خوشحال هستی؟ بسیار خوش هستم فهمیدی. بخیر استفاده کنی. خداوند کسی که می کمک کرده سایش از سر ما کم نکنه، جور صحتمند داشته باشه. خداوند گل گلزار داشته باشه. یعنی پکیجا که از خود پس بخیر استفاده کنی. یعنی کاکای ماست که خالی صاحب بسیار خوش آمدید. صحتت خوب است؟ خیر خیریت. سلام. روی روزه چطور هستی؟ والا هستیم یگام روی روزه مرا میگیره یگام اخماوره. خب همین قاری نعیم هم میشناسی؟ قاری نعیم مشهور به تانگ است. تانگ افغانستان. شاید ذهنم والا نیست فی الحال. خب یکی از همکارای ماست که روزای ختم ما می داشته باشیم با سعید نصیبش می همونجا ختم خیرات و دوباره
میتونه. خدا سلامت دخترک کتت همیشه میباشه؟ این دخترک بس ما خورا گشتن نمیدونم پایم از قط است چشمای ما در انتحاری رفته بود پایم هم از اینجا با این دخترک دیگه ما تا بالا میبره کار باشه. خواهر صاحب چقدر وقت میشه که نابینا هست؟ نابینا خو در 14 شده بود 2014 در انتحاری برابر شده بودم با همی پای مده همی 1401 شد اینجا در سرای شمالی. چشمکای دم نابینا شده بود. حالا من بگم که این چیزا رو میبینی نمیبینی؟ هیچ چیز نمیبینی. مالی اثراتش هست میشه در خانه؟ شاید کنم پرسان میکنم دیگه میگن که ایسوس من خود میشنم در خانه کسی بچه جوان نه یعنی دخترک هسته یک دو دخترک دیگه ماست یک بچه که از 9 ساله این نفقه فامیل از کجا پیدا میکنی؟ والا چی بگم گله و شکوانش پیش خداوند خدا روزی قرض میکنیم خدا میرسانه به یک قسم خانه ما کراییست نمیست کوچه 6-7 سوتر هستیم دیگه میرسانه غذا را مستیم از دکان ها چطور کنیم چیزی خاصه پروردگار نمیتونیم مادر جان این چیزا رو ما بر دست چه میخورم که از این چیزا با دلتو جمع شود شاید شنده باشیم این آرد برد گرفتیم دهید آرد نیاز نداری روغن یک تام 5 لیتره گرفتیم دهید نیاز نداری برنج یک سیر برد گرفتیم انشالله دهید نیاز نداری لوبیا یک سیر گرفتیم برد انشالله دهید نیاز نداری نیاز داره که گرفتیم برش نیاز نداره دیگه میگی نگره دیگه نگیره بوره نیم سیر برد گرفتیم انشالله تا عید بعد از ایدم شاید تا چند وقت نیاز میشه خدا. چای سبز میخوری یا چای سیاه؟ والا ما سبزم گیریم به میخورم سیاه چای سبز امی چای سبز مردانه است یا سیاه؟ والا در افغانستان ما سیاه مردانه است سبز مردانه است دیگه جایا کی از بلیموم سیاه میخورن خب دیگه اگه اندیوال ماست همیشه چای سیاه میخوره میگم چای سیاه خو زنانه است میگه نه مردانه است چای سیاه نیکوتین زیاد داره سیاه دیگه خیر باشه و مکرونی هم برات گرفتیم ان شاء الله بخیر استفاده از طرف احمد جان کام است خدا نجات بده خدا بدل کمک کردن یک دعا بگیریم میلیاردها روپیشان به میلیاردها میلیون ها برشان عطا کنه هر چی که بخوان امور برشان عطا کنه و این صدقاتشان در میزانشان بندازه روز حشر که تمام گناهایشان محو شه گناهایشان درگذر شه خدا دیگه هم ترقی برشان نصیب کنه رحمتی که شما هم بخیر مصرف کنید برکات برده که عرض ما را قبول کنید بخیر استفاده کنید لیاقت صاحب از این پول 4790 ابونی هم که مونده بره برای تیم ما گفته براشون توفر اون که بعد از این برنامه باز برای اینا سپاس یک جهان خداوند پاداش نصیبش کنه هر مشکلی که داره ان شاء الله که دوچار مشکل نباشه بخیر باشید قربانتون بخیر استفاده بله احمد جان برشان ما همیشه شب تلاوت کنم برشان دعا کنم یاد باشه خیر بازم سلام مجدد دوستان عزیز پروگرام که در برنامه دیده باشین ما سنتان قرار گرفته باشه 5 فامیل نیازمند بود که برشان پکیجاشون تسلیم کردیم مبلغ 4790 افغانی مونده بود گفت برای همین تیم از طرف ما تسلیم کنین توفه بتین از طرف احمد جان عزیز که تقریبا 4790 افغانی مونده و شروع میکنیم از اینمی شاهزاده چطور هستی؟ السلام علیکم و علیکم سلام خیلی چندم رمضان است؟ نه 500 افغانی بخیر استفاده کنید خیلی جان تشکر بخیر باشی ما شاهزاده تشکر بخیر باشی خیلی فرزاد جان بخیر استفاده کنید تشکر پری جان سارا جان تشکر سلامت لیاقت صاحب الهام جان خب برای 2 نفر آخر چی مونده 790 روپیه مونده برای 2 نفر آخر ما 790 روپیه انشاءالله تسلیم میکنیم باز اگر کدام توی دیگه بود باز از او بر از او میکشیم میتیم صحیح 790 افغانی موند که نصرت جان و پدرام جان انشاءالله تسلیم 2 نفر میکنیم بخیر انشاءالله استفاده کنیم بازم تشکر از احمد جان عزیز که لطف و مهربانی کردن انشاءالله رحمان خدا به دربارش قبول بگردانه به هر نیت مرادی که روان کردن نیت مرادشان به دربار حق قبول و مقبول باشه شما هم بگید خدا نگهدارتان خدا نگهدارتان سپاس تشکر خدا